اینجا چرا اینجوریه؟ واقعا میخوای بدونی؟ تو دیگه کی هستی؟ 2500 سال پیش داداش این خاکو نبین، کل اینجا کفش طلا بود. این ستون قد تاریخ دیدنش یه ماجرا بود. اینجا تخت جمشیده، آدرس کل دنیا، حکم کل پادشاه میشد اینجا امضا. پادشاه این زمین گفت کسی حریفم نیست، ولی اونور اسکندر کرده شمشیرش رو تیر. داغ‌تر از آتش آتن داغی است که بر دل داریوش هم گذاشت. ارتش پارس قدیم آتن و سوزون، پای اسکندر رو به اینجا کشوند. خنجر رو کوبید وسط نقشه، لشکر رو چیدش واسه حمله. به زودی دودمان مردم پارس را آتش خواهم زد. رشد از دریا مثل یه توفان، پاشو گذاشتش تو خاک ایران. تیغش میبارید شاهرگ و گردن، پر شد از جسد خاک این وطن. فرار داریوش شاه بزدلتان و انتقام من زخمیست ماندگار بر تن پارسیا. خودی زدن خنجر از پشت، فرار داریوش ندیر ایران و پشت. تخت جمشید رفت توی اسارت، کل کاخو کرد همونجا غارت. آتیش زد و برد هرچی که بود و سوزون تو یک شب.